ممکنه اینجا به ایران چسبوندن. شده شرط خونه فروختن در کل چه فروشه؟ در ارگه تیجی هر روز در این سامانه صدها خانه خرید و فروش و اجاره می شوند. ارگه تیجی سامانه ای که دست به کار. برای کار. خرسند بودنت بسیار خوب است. بله، برای خرسند شدنم یگان سببی هست. اما طبیعت تو خیره است. یگان مشکلی داری؟ یا اینکه در اویله داریت یگان مشکلی است؟ نه، همش بسیار خوب. فکری مرا کردنت خیلی خوب است. دائما. در اصل من برای پرسیدن یک چیز آمده بودم. این عزیز بیهان گفتنی شخص چگونه آدم است؟ این گپ از کجا برآمد؟ دیروز با فکرم کمی مقابلیت کرد. مرد اندکی ناراحت شده است، یعنی خواطر شده است. این به کار تندر یگان علاقه دارد. بیا. جنابی مرد و قادر به شرکت وارد شدن. خواهش کرده بودید که خبر دهم. فهم. تشکر. جواب ندادی کمال. این مهم نیست. بچه ها را با گروهی کاری شناس میکنم تا بازدید. خسته نباشید بچه ها. سلام جناب کمال. چه حال داری؟ تشکر، خوش آمدید. پسرم مرد میشناسی؟ سلام جناب هلوک. خوش آمدید. پسر دیگری هم قادر. خیلی شادم. خوش آمدید. هلوک جان، این بعد جوان ها با تو کار میکنن. گوشتش از آن تو و استخوانش از آن ما. با گروه خوش آمدید جوان ها. مسئول اینجا هلوک است. رئیس اوست. خیر، به شما برای کار. سلامت باشید پدر. تشکر. خوب، با کار کردن تیارید؟ من از ادنام و زمان تولدیابی هم آمادم، اما این رفیق را نمیدونم چون او آبی خودش را حتی ریخته نمیتواند. پیش خدمت میریزد. این سخن را کبوتر بازی پرتجربه میگوید جناب هلوک. از کار دیده میآموزیم. جناب کمال را شنید؟ در اینجا رئیس من هستم. برای همین سخنهای بیهوده رو یک سو گذاشته با کار شروع کنید. خانم مجیده، با شما قهوه بیارم؟ به شکر باشد. میدانم خانم. از آن من هم به شکر شود لطفاً. البته خانم نیلگون، بخشش. من برای چی به این اویله دار شوی مانع نشدم؟ شما کوشش کردید که به این اویله دار شوی مانع شوید، اما نتوانستید. تو مرا عموما نشناخته ای. پسرت را خوب میشناسی؟ بله البته. هر کرده‌اش را میدانی؟ من میدانم. مادر تمام کارهای پسرش را میداند، اما معلوم نمی کند. من هم همین طور کردم. همه چیزش را دانستم، اما با مانند نادان خود را نشان دادم. کمال هم دانستنم را ندانست. سوزن هم سالهای طولانی همچون سیر نگاه داشتم.
با کسی چیزی نگفتم. خانم مجیده، مرحمت. خانم نیلگون، تشکر. با اشتهای تو. خانم مجیده، چرا شما با من اینقدر نفرت دارید؟ تو شوهر مرا کشتی، او رو از من دزدیدی. نفهمیدم. با برابری که کمال است و فرزند داشتنش را فهمید، با پدرش جنگ های سخت کرد. او را سببگاری جدا شدنش کرد، قهر کرد و چیزی شود نشود هم از سوزن جدا شده به تو اویله دار شدنش را گفت. من اینها رو نمیدونستم. کمال هم به من نقل نکرد. برای آن که آبروی و اعتباری اویله از همه چیز بالا بود، گفته های کمال سخت رسید تا باورده نتوانست. به سکته دل دچار شد. 10 روز در حجره احیای بیمارخانه خواب کرد. نجات یافته نتوانست. تو شوهری مرا کشتی، او رو از من دزدیدی. با کمال چیزی نگفتم، چنان رفتار کردم که این دانسته هایم را گویا نمیدانسته باشم. سالها خاموش بودم، با کسی چیزی نگفتم، با خود پنهان کردم. یک چند مرتبه بعد نرفته تو با کودکانت را دیدم از دور. اینها را با کمال نگفتم، ترسیدم اگر نقل کنم شاید از پنهان کردن دست کشد. برای با عدن نرفتنش هر نیرنگ را کردم. بیمار شدم، مشکلی پیدا کنندم. کاش بسیارتر میکردم. حالا وقتی که به تو و به فرزندانت مینگرم، مرگ رحمتی رو میبینم. چی گپ است؟ چرا با اینجا آمدیم؟ اینقدر سوال نده. اگر با یگان بلا گرفتار کنی مادرم سرم رو از تنم جدا میکند. خواطر نشب. حالا باشد تو به بیرون برو. یگان کس بیاید نگذار که درون درآید. عمر جان، سلام. تو رو ناراحت کردم. مجلسی که کردنی بودیم در بیرون بخورو کنیم. چه فکر داری؟ مدت زیاد است که وا نمیخوریم. در شرکت هم براحت نمیشویم. خیلی خوب، اما از تو یک چیز رو خواهش میکنم. این فکری تو شود و با کمال تو زنگ زن. میشود؟ فهمم. تشکر. لبای عمر خوراک اگر بر وقتر خبر میدادی نه هیچ مشکلی نیست. مایلش همینطور میکنیم. شام با میخوریم. خیر. خبری بد است؟ عمر مجلس را به خوراک شام تبدیل داد. حالا کار دراز میشود گوی. من باشد رفته به خانم مجده خبر دهم. وای خدایا، توبه این از کجا بر اومد؟ عمر مشتری قدرناک است. میگویم قبول نمیکنه. درست، حق استی. هیچ گپ نیم. برو که خوب میخوریم. بله.